سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شب‌های گلسار رشت. امروز چهارشنبه 16 اسفند ماه و ساعت حدود 7:30 شب. گلسار از گرونترین و با کلاس‌ترین محله‌های شهر رشت یعنی مرکز استان گیلان محسوب میشه. این محله به دلیل وجود فروشگاه‌ها با برندهای معتبر، کافه ها، رستوران ها و مراکز درمانی و مطب پزشکان همیشه شلوغ و پر از جمعیته. گلسارگردی و خرید یکی از تفریحات مرد به خصوص در تایم‌های عصر و شب. قدم زدن در خیابان‌های زیبای گلسار و دیدن فروشگاه‌ها با دکورهای زیبا و جذاب. قبلا در کانال ولاگ قدم زدن در طول روز، در باران پاییزی، رانندگی در شب و در روز رو از این محله زیبا رو در کانال قرار دادیم که لینک مربوط به ویدیوهای اونها رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. در این ولاگ ما از میدان صابری به خیابان اصلی یا همون بولوار گلسار به سمت بولوار دیلمان و سرای گلایول خواهیم رفت و در مسیر برگشت از سمت دیگر این خیابان عبور میکنیم. در پایان ولاگ ما سری به خیابان سعدی و بخش‌های از خیابان نواب خواهیم داشت. محله گلسار از خیابان‌های اصلی گلسار، بولوار دیلمان، بولوار نماز، بولوار سمیه، بولوار اصفهانی، بولوار تویی تشکیل شده. وجود درخت‌های زیبا، ویلاها با متراژ بالا، همگی از زیبایی‌های این محل محسوب می‌شود. قبلا در این کانال ما ولاگ‌های زیادی از جاهای مختلف و دیدنی شهر رشت رو قرار دادیم. جاهای دیدنی مثل خانه میرزا کوچکخان، گردش در تایم‌های مختلف در شهرداری و بازار رشت، بازار سام، رانندگی در جاهای مختلف رشت، گردش در پارک جنگلی سروان، موزه میراث روستایی و بسیاری از جاهای دیدنی شهر رشت. اگر به دیدن این جاها علاقه دارین، لینک پلیلیست مربوط به شهر زیبای رشت رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. و اجزا در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
بدن که بعد از این مرد به عادت Denia, uçuyor, atıyor, atıyor.